سلام بیننده گرامی. در تاجیکستان مقاله گرسنه به شیر زده است معمول است، اما در ازبکستان حادثه رخ داد که برعکس آن را اثبات میکند. در یک باغ جانوران در ولایت اندیجان شیر به پرستار خود حمله کرده او را کشته است. این حادثه را همکارانم از بخش ازبکی رادیوی آزادی پیگیری داشتند و حالا همکارم سراج‌الدین اسلام از بخش ازبکی رادیو آزادی همراه ما هستند که این حادثه را پوشش داده است. و سلام. و نخست میخواستم بپرسم که این حادثه کی و چگونه رخ داده است؟ آیا شیر از قفس بیرون شد و یا سبب حادثه دیگر است؟ خب سال 2016 هم در ولایت اندیجان در خوجاباد، ناحیه خوجاباد، موضع باغ شمال است. در اونجا یک خب از زاپر گوییم باز میکنند دویمین پس از تاشکند و در آنجا حیوانات گوناگون میبیارند. بیش از 50 نوع حیوانات میبیارند از جمله شیر را. روز 23 24 دکبر منابعی که ما داریم با گفته آنها خب حیوانبان پرستار حیوان شیر به قفس شیر میدرد و میخواد غذا بدهد، ولی به نظرم شیر گرسنه بود است و حمله را به خود پرستارش میکند. در نتیجه از پای سخت شکست میخورد. میگویند که میخواید شیر و در نتیجه در شفاخانه در بیمارستان میفافتد. پرستار خودش 45 ساله بود است و این حادثه را به ما کارمندای پلیس تصدیق کردند. این باغ جانورانی که گفتید که همین حادثه رخ داده است، این دولتی است یا خصوصی؟ و عموما در ازبکستان تشکیل باغ جانوران خصوصی اجازت هست؟ خب تا اندازه که من میدونم در تاشکند باغ وحوش اساسی هست. در آنجا بیش از 100 نوع حیوانات هست، ولی این اکثر ناآبشیسم میگن، یعنی جمعیت سهامی حساب میشود. ولی اونی که در خوجاباد هست، در ولایت اندیجان هست، گویا که شخصی بودند و برای همین کارمندای حاکمیت محلی ناحیه خوجاباد گفتند که آنها نمیتونن به این حادثه شر بدهند چون صاحبش خوب تدبیرکار بوده گویا و ما نتونستیم سبب اصلی این حادثه رو فهمیم. و آیا این حادثه برای ازبکستان نادر است و یا یک حادثه های شبیه هم نیز بود در گذشته؟ البته حادثه های شبیه بود. البته نام این شیر سیمبا بود. خب سال گذشته در سیرک ازبکستان، سیرک ملی ازبکستان که در تاشکند واقع هست، میمونبان به نزد قفس شیر بماند و شیرها از گرسنگی، پلنگ ها دقیقترش میمون ریژه میگفتند او را خواهیده میخورن، حتی که یعنی چیز نمیماند از او. و بعدا صاحب سیرک متوجه میشد و این خبر رو به کسی نمیگویند، ولی ما خبر داشتیم بعد پخش کردیم این خبر رو بخش ازبکی آزادی. تشکر برای صحبت. و بینندگان عزیز یادآور میشم صحبت داشتیم با سراج‌الدین اسلام، همکارم از بخش ازبکی رادیو آزادی. و ضمناً در تاجیکستان نیز باغ‌های جانوران خصوصی فعال هستند، از جمله در ولایت سوخت. و از ساکنان تاجیکستان هم شکایت‌ها میرسند که نه همه وقت صاحبان چنین باغ‌ها قاعده‌های بی‌خطری را رعایت می‌کنند. در تاجیکستان خصوصا در باغ جانوران شهر دوشنبه هنوز سال 2006 یک حادثه فاجعه بار نیز رخ داده بود، زمانی که یک خرس به یک کودک 6 ساله حمله کرد و دست او را کند و این حادثه با یک مرافعه دوردرازی دادگاهی انجام یافته بود.